دوستان عزیز، امروز قصد داریم راجع به گروه خودروسازی بهمن با شما صحبت بکنیم و اینکه در کسری از ثانیه میشه از طریق رانت و لابی و ارتباطاتی که آدم ها دارن میلیاردی و میلیونی فقط در ایران، یعنی این قضیه فقط در ایران داره اتفاق میفته، رانت و اختلاس کرد و یه شبه میلیاردر شد. داستانم از این قرار هستش که گروه خودروسازی بهمنی که از سال 1331 فعالیت خودش رو آغاز کرد و بیشتر توی فعالیتش مونتاژ خودروهای همچون مزداتیری هستش، اومد یک بخشنامه رو در تاریخ 2 مرداد 1397 منتشر کرد و اونم این بودش که شما میتونید از ساعت 9 صبح 3 مرداد 1397 به صورت اینترنتی و محدود خودرو خریداری بکنید. این قضیه برای مردم چرا جذاب شد؟ از این زاویه که مردم میتونستند یک خودروی رو به قیمت 142 میلیون تومن اینترنتی خریداری بکنن و همون رو تو بازار آزاد 215 میلیون تومن بفروشن، خودروی مزداتی رو، یعنی یک سود 70 میلیون تومنی بکنن. داستان از این قرار بودش که گفتن که آقا از ساعت 9 صبح شما میتونید وارد این سایت بشید و خودرو ثبت نام بکنید. اما مردم وقتی وارد سایت شدن از ساعت 9 صبح با پیغام هایی همچون این، مثلا از ساعت 9 که وارد میشدن میگفت آقا 9 و 15 دقیقه وارد شو، بعد 9 و 15 دقیقه بهشون میگفتن 9 و 30 دقیقه، 9 و 30 دقیقه بهشون میگفتن 9 و 45 دقیقه. اما یکی از دوستان لطف کرد که من یه فراخوان دادم توی کانال تلگرامی برنامه پشت پرده، گفتم آقا هر کسی از طریق این سایت ها دچار ضرر و زیان شده و نتونسته خودروی خودش رو سفارش بده، بیاد عکس و اطلاعات خودش رو بفرسته. یکی از دوستان گفت من 8 و 59 دقیقه وارد سایت شدم که مثلا خودرو خریداری بکنم، گفتش که آقا سایت در حال حاضر مسدوده و اصلا سایت باز نشده بوده برای مردم که مردم بخوان خریداری بکنن. یکی از دوستان برای من یه وایس فرستاد، توضیحات رو داده که با هم دیگه گوش میدیم. ای که توی این سایت فروش بهمن بود این بود که ببینید این شرکتی که اینو گذاشته بود واسه پیش فروش 30 روزه دقیقا شرکتی بود که واسه سایپا این کار رو انجام داده بود. توی سایپا اینجوری بود که مثلا اگه ساعت 9 شروع میشد هر بار 100 نفر رو، اولین نفرایی که درخواست میدادن رو رفرش میکردن سفر رو وارد این سایت میکردن و توی هر بار یک رو به اینا اجازه میداد که ثبت نام رو انجام بدن. یعنی همه اون 100 نفر، حالا ان نفره نمیدونم، مثلا من دارم میگم 100، اون ان نفر کامل خودروهاشون رو بخرن، ثبت نام کنن، برن درگاه بانک پرداخت کنن و تموم شه. حالا تو ساعت بعدی 9 و ربع 100 نفر دیگه، تو ساعت بعدی 9 و نیم 100 نفر دیگه. حالا این سایت دقیقا همون سایت بود، ولی با چه تفاوت؟ با این تفاوتی که شما وقتی رفرش میکردی و به داخل سایت ثبت نام میرسیدی، یعنی هدایت میشدی به داخل سایت ثبت نام، اولا که یه دو تا برنامه فروش داشت. هر کدوم از برنامه هاشو اون موقع که من رفتم که یکیش تموم شده بود، منتها اون یکی برنامه فروش رو که انتخاب که میکردید، اطلاعات رو وارد میکردید، تمام این حرفا رو که وارد میکردید، ثبت اطلاعات رو که میزدید میگفتش که به دلیل محدودیت ظرفیت امکان واگذاری این خودرو به شما نمیباشد. حالا اگه امکان واگذاری این خودرو نمی باشد، پس چرا توی اون تایم باز کردید و مثلا 100 نفر دیگر رو وارد سایت کردید؟ اگه تموم شده محدودیتش، خب بزنید برنامه فروش تمام شد ببندیدش. طرف ساعت 9 و نیم، من خودم ساعت 9 و نیم وارد شدم، یعنی دو تا تایم گذشته بود از اینا، 9 و نیم یا 1 رو بده، رفتم داخلش و انتخاب کردم. برنامه فروش باز بود، منتها بعد از اینکه ثبت نام میکردیم، اطلاعات رو وارد میکردیم، میزد به دلیل محدودیت امکان واگذاری خود رو وجود داره. که حالا اینا خیلی از کسایی که داشتن ثبت نام میکردن اینو که میدیدن بیخیال میشن یا F5 میزنن، رفرش میشد که کلا میرفتن بیرون، باید 1 ربع دیگه ثبت میکردن. یه سری ها مثل من انقدر ثبت اطلاعات رو زدم تا بالاخره قبول کرد. فکر کنم یه 20 باری هی من روی کلیک این زدم تا قبول کرد. بعد حالا قبول کرد و رفت قدم بعدی که تایید کنم و بره درگاه بانک. حالا ما تایید کردیم و در حال ارسال به درگاه بانک بود و برگشته چی میگه؟ ارور میده، میگه که خودرویی که شما انتخاب کردید احتمالاً از طرف کسایی که هنوز توی درگاه بانکن در حال خرید میباشد و شاید به شما نرسه. حالا سوال من اینجاست، اگه شما برنامه ریزی کردید که هر بار تو هر 1 ربع این نفر، حالا مثلا ما میگیم 100 نفر، بیان داخل اینجا این خودروها رو انتخاب کنن و به
درگاه بانک وصلشن رو پرداخت کنن، اگه شما اینو برنامه ریزی کردید پس هیچ کدوم از این 100 نفر نباید مشکل داشته باشن. چرا؟ چون شما کاملا به همون اندازه وارد سایت میکنید، اجازه دسترسی به سایت میدید، مگر اینکه تو هر بار 100 تا خودرو داشته باشید به 150 الی 200 نفر اجازه دسترسی به سایت رو بدید که چنین چیزی انجام نشده بود. یعنی من با این شرکت آشنایی دارم که قبلا کار پیش فروش خودروهای سایپا رو انجام میدادن. اینطوری نیست، این دقیقاً به ظرفیت هر تایم فروش کاربرا رو داخل خودش راه میده. یعنی اگه قرار باشه تو هر تایم فروش 100 تا خودرو فروخته بشه، 100 نفر رو فقط داخل سایت ثبت نام وارد میکنه، نه 101 نه 99، دقیقاً 100 نفر رو وارد میکنه. چون اگه 101 نفر باشه 102 نفر بشه، موقع ثبت نام اونی که زودتر انجام میده پرداخت میکنه اوکی میشه، اون 2 نفر دیگه این همه مسیر رو میرن، به آخر به پرداخت که میرسن یه دفعه میزنه خب ظرفیت تکمیل شده و میندازتشون بیرون. لذا به نظر من این باگ شاید واقعا از قصد توی این سایت قرار گرفته و دلیلش هم خب مشخصه، هیچ کسی دلش نمیخواد یه حاشیه سود 80 میلیونی 90 الی 100 میلیونی توی بازار رو از دست بده. در زمان ثبت نام هم که هر چقدر با شرکتی که این کار اینترنتی اتوماسیون این ارزان به حضور شما ثبت نام انجام داده بود تماس گرفتیم که همش هم یا اشغال میزد یا بوق خطا میزد و هیچ دسترسی بهشون نداشتیم. خب البته خب این چیز طبیعی هستش دیگه، به حال این کسی که این سایت رو نوشته 5 نفرم از دوستان خودش رو بخواد اونجا ثبت نام بکنه، 5 تا 70 میلیون تومان میشه 350 میلیون تومان میتونه در کسری از ثانیه و در 10 دقیقه و یک رو این قضیه رو انجام بده. اما داستانی هستش که هیچ کسی نتونسته بود از این سایت بهمن خودرو، گروه بهمن خودرو ثبت سفارش بکنه. اما جالبه در سایت دیوار همین خودروها رو نوشته برند مزدا نو فروشی سال 97 0 کیلومتر رو به قیمت 240 میلیون تومان برای فروش گذاشتن. خب قشنگ گفته 30 روز بعدم موعد تحویلش. نگاه کنید دقیقاً اینجا گفتن که 30 روز کاری پس از واریز وجه، اینجا گفته 30 روز بعد. یعنی اومدن توی سایت بازار این قضیه رو فروختن. پس چه کسایی اینو آگهی کردن؟ کسایی که تونستن دسترسی مستقیم به پنل های این سایت داشته باشن و مشخصه دیگه 4 تا از فک فامیلای خودشون رو میذارن توی این سایت دیگه. اما این قضیه بالاخره توی صدا و سیما هم نمود کرد. حالا اینجا میکرد دوستان میگفتش که منم وقتی رفرش میکردم بار اول، حالا اون دستانی که دنبال میکنم میدونن، اول بهشون میگفت ساعت 9 15 دقیقه، بعدش که دوباره رفرش میکردم میگفت 9 30 دقیقه، هی میدادشون جلوتر، بعد میگفت 9 45 دقیقه. یعنی عملا هیچ کسی نمیتونست وارد سایت بشه. که بالاخره صدا و سیما هم یه تیکه جالب به این قضیه انداخت که ما هم خالی از لطف نیستش که این تیکه صدا و سیما رو هم پخش بکنیم که ببینید. میدونید چی میگه؟ ببینید میگه که سود 100 میلیونی در کسری از ثانیه. میدونید یه خودروی مزدا برای ثبت نام حدود 130 میلیون تومان حدوداً، فروشش مثلا حدوداً 250 میلیونه. یعنی این چیز حدود 100 خورده 100 میلیون تومان تفاوت قیمت بین بازار و موقع ثبت نام کارخونه وجود داره. گفتن آقا فلان روز ما ثبت نام میکنیم، سایت رو باز میکنیم، ثبت نام میکنیم، پیش فروش میکنیم که 30 روزه تحویل بدیم، در کسری از ثانیه همه خودروها فروش میره. بله آقا اینو چون من در واقع کسی از نزدیک اونجا بوده، 2 تا دوست خواستن ثبت نام انجام از مردم عادی که رانت ندارند، از مردم عادی که میخوان حالا به هر حال یه جوری توی مسئله اقتصادی یک سودی ببرن، میرن برای ثبت نام. یکی از ساعت 5 صبح میره تو مخابرات که بهترین اینترنت داشته باشه، یه جایی میشینه که پای اینترنت تو سایت بره. رفیقش هم میره دم نمایندگی از ساعت 5 صبح میشینه که این 8 میخوان واس کنن، این نفر اول. یعنی این 2 نفر در دو جبهه میرن که چه برسن. وقتی رانت نداشته باشه بعد در چند جبهه کار بکنی. 8 در نمایندگی واز میشه، سایت که تا میاد بالا میره پایین تموم و میگن پر شد. در نمایندگی هم که وا میشه، اینا یه آدمی که مردم عادی میخواد ثبت نام میرن تو تموم شد آقا. یعنی ببین ادب در تا برسه پشت اون گیشه‌ای که باید ثبت نام بکنه 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه 4 ثانیه 5 6 دیگه خیرشو ببینی. تو همون 6 ثانیه همه اونایی که باید ثبت نام می‌کردن ثبت نام شد. یک سوال من دارم،
دوستان ما در بهمن خودرو اسمش، بهمن خودرو، تو رو خدا بیاین بگین چه مکانیزمی شما دارید و هم مثل اون بنده خدای سایپایی نشه، نه مثل اون نشه دیگه، خواهشم. چه مکانیزمی دارید که شما در کمتر از 5 ثانیه الا 10 ثانیه تمام خودروهاتون ثبت نام میشه؟ بعد چه سایتی دارید؟ دمتون گرم. این همه کشش داره، این همه آدم، میلیون ها آدم میان ثبت نام بکنن، این خراب نمیشه؟ همه ثبت نام میکنن. بگیم به خدا تمام دنیا از شما میتونن کپی بگیرن برای فروش در کسر ثانیه و در فروش کمتر از 1 دقیقه. و یه نکته هم هست که شرکت اپل نمیتونه با این سرعت گوشه خودش رو بفروشه. شرکت اپلی که تو دنیا زبان زد هست برای گوشی‌های آیفون و سایر گوشه خودش، و همچنین شرکت سامسونگ. من نمیدونم واقعا رانت و پول چه میکنه. بله، اینکه تعداد زیادی رو بشن راهکار بدید. خدا رضا مرتاش ما که میدونیم شما اصلا کسی آشنای چیزی اصلا هیچ درز نمیکنه، اینو که ما میدونیم. خدا رضا مرتاش بگید چیکار میکنید، چجوری این سایت رو طراحی میکنید، چجوری ثبت نام میکنید، چجوری این همه سود به مردم میدنتون گرم. همه اونا که ثبت نام کردن 100 میلیون سود میبرن. خدا خیرتون بده، خدا برکت به زندگیتون بده. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. بله دیگه، راست هم میگه. اصلا چرا باید اصلا این حباب قیمت وجود داشته باشه که مثلا یک اختلاف فاحش 70 میلیونی یا 100 میلیون تومانی باشه و اصلا تو جیب چه کسایی میره؟ اصلا نباید این اختلاف قیمت باشه. نه اروپاش هم اینجوری نیست. به هر حال مرسی، حتما کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو به اشتراک بذارید و لایک بکنید. مرسی.